سلام. این ویدیو شروع یه داستان جدیده برای من و شاید یک داستان برای خوندن و منحصر به فرد برای شما. شاید پرسید چرا؟ من دارم باشگاه رو شروع میکنم به عنوان یک بچه‌ای که شیمی درمانی هنوز میکنه، پس راه من قرار سخت‌تر باشه و همین باعث میشه که کار من خیلی سخت بشه و شاید که قیافت اصلا به آدمایی که شیمی درمانی میکنه نمیخوره. میدونم معمولا آدمایی که شیمی درمانی میکنن نه مو دارن و وزن بسیار پایینی دارن، ولی من بیشتر از 15 کیلو وزن گرفتم و قیافم مزخرف شده و این 3مین هفته‌ایه که شروع کردم و امیدوارم که من رو حمایت کنید که با حمایتتون میتونم این راه بسیار سخت و کمی راحت تر برم.